суруду мусиқӣ дар зиндагии инсоният ҷойгоҳи махсус дорад ва мусиқӣ барои зеботару наҷибтар сохтани ҳаёти инсон мусоидат мекунад. ин аст ки рӯзгори аҳли санъат мазмуни хоса дорад. имрӯз сурудҳои дилнишину садои мондагори ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Чилахон Холов буд, ки моро мафтуни худ карду ба қадамҷояш омадем. Чилахон Холов дар воқеъ беҳтарин сарояндаи сурудҳои мардумӣ буданд. من اتاقی خوابی پدرم که در اتاق خوابی خود مخصوص برای خودشون من که جوانی کتاب تبدیل داده بود که در اینجا همه شاعران کلاسیکی توجیک و معاصر نیز هست. یکی از کتاب دوست داشته پدرم کتابی حجسین کندرتی که بین بسیار غزل ها این شاعر ایجاد کردن. مردم تماشا کردن تلویزیون یکی در بالای کت هم خیلی نشستنش می‌ایستاد با هم در درون دلش آهنگ زمزمه میکرد. آهنگ زمزمه میکرد میخواد یا خودش میومد تو خوبش میجوست همجور از اون کتاب بدی یا ثانوی یا اسوی میگه همجور غزل کو با هم آهنگی که در گوش آمده است و در دلش از روی هم ایجاد کردن میکردم سر میکرد ایجاد کردن سرود ایجاد. اگر میدی که همون غزل به همین موسیقی درست نمیاد باز هم کتاب دیگر میکنه باز هم دیگر تا کوتاه بالا اینجا اکثریت کتابش نیست الهامش بسیار میومد دویم هر روز که هر روز قریب هر روز بود هر روز هم کار بود. گاه میپوشید همچون خاطر از پدر همین در خانه خودم گذاشتم موندم که تو مگه 100 اگر تیلو هم تیم ای رایان کازانم میتونم تو هم بود پدر میکنم تو حال دارم همین باشه که اومه زردوزی سال 2014 هم در کنسیتی حسابیشون یک مخلص رو به همون صحنه با ما در تن پدرم همین پوشانده بود سال 2014 که در کنسیت در کافی وحدت گذاشته بود. وقتی که پدرم یگون سرود یگون غزل مجبور نشد اومده یگون کتاب بیاین جامی رو کتاب جامی گرفته همچنین هر دو این کتاب رو همراهش میبود. منم بیزی کاری پدرم که در اینجا سرودهای غزل‌هاش رو ایجاد میکنم. برای چی این کتاب‌های فرهنگ زبان تاجیک رو بگیرم که اگر مبادا یگان کلمه از شعر با او معلوم نباشد از این کتاب استفاده می‌برد. بعد وقتی که الهامش میاد با همین دوتور نخون زده همین زمزمه کرده غزل رو که همون روبایی که شاعر ایجاد کرده و سرود تبدیل می‌داد. دوتور مذکور از جانب استای مشهور وطن عزیزمون سید اسلام استا غلام که با دست بهرام قادری یکی از دو تا نوازنده بهترین جوانی تاجیکستان روان کرده با پدرم تحفه کرده شده.
جام به نوای دل هماغوش کنید، از یاد به جز عشق فراموش کنید، تا پاک شود روح شما با معنی، 40 روز صدای چیلخان گوش کنید. مطمئنم که صدای این هنرمند زنده یاد 40 روز و 40 ماه و 40 ساله های دیگر در گوش ما صدا خواهد داد. اوی بدی بلند دو سرگهش خوجای نور، او دیلو 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 دیله، او دیلو اوی با تو چی روان کنم دل باری دور، او دیلو 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 دیله، او دیلو اوی نه اسبی دوان دور من خاطری زور، او دیلو 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 دیله، او دیلو اوی پارا پارا دی لیور جور ای راهی دور، او دیلو 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 دیله، او دیلو اوی دختر کی مرا دیدی و گم نندازیه، او دیلو 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 دیله، او دیلو اوی در دشتک دو لچوی دست نندازیه، او دیلو 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 دیله، او دیلو اوی در دشتک دو لچوی دست من نرسید، او دیلو 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 دیله، او دیلو اوی آخر تو مرا برگ زد نندازیه، او دیلو 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 دیله. شناسایی من و چیلخان خولف علاقه سابقه تقریبا 45-46 سال شد و روزی اولی که ما با چیلخان شناس شدیم یک روزی خاطرمان بود، چون که ما دانشجویان کورس یکم وقتی که از معرکه پختچینی برگشتیم به خوابگاه، در خوابگاه جابجا شدن قطعی رفیقان که در یک خانه زندگی میکردیم. بعد یک چای تشکیل کردیم، چای نوشیده شدگی بودیم که درک شده شد و یک جوانی بسیار تنومند و خیلی قد بلند وارد خانه شد و با دو اسب بغل و هر دو پشت از زانو پایان بستگی گیپس گذاشتش برای همون کراوات‌های خوابگاه دانشجویی. حاضر ما نمیدونیم که این کی است. و گفتن که هم برادرش هم خانه ما بود است. گفتن که برادر شریف است. خیلی سلام علیک کرد و گذاشت شیشت. بسیار طبع خیره خیلی پوها ضرب خوردگی حرکت کرد. بسیار بدشوری حرکت میکرد. بینم که بسیار هفتاده و هم خیلی طبع خیره قطعی. بچه‌ها یک احوال پرسی کرد و بعد خودش به خودش همون بعضا سرودار پس برای خودش زمزمه میکرد. یعنی در فولکلور بنگاک میگن، بنگاک کشیدن. یعنی مدام برای خودش یگان سرود یگان آهنگ زمزمه میکنه. بعد من گوش کردم که آهنگوی دولتمند خلفه چی میکنه، زمزمه میکنه پس. بعد حس کردم که بسیار آوازی خوب داشته است. بعد یک لحظه گذشته گفت که میگن یک همقشلاقی دولتمند خلف در هم کورس یکم داخل شده است که نمیدونم. بعد بچه‌ها گفتن که طرف اشاره کردن، گفتن من نمیدونم همقشلاقی دولتمند خلف. بعد چیلخان سوال داد که ما میگن در قشلاق شما همه یگان اسباب ناخته میتوند، این گپ راسته؟ خیلی گفتم که پره راست نیستنی که اصلا اکثر جوانو مینوزن هر چی را. بعد که تو هم یگان چیزی ناخته میتونی؟ من میتونم. گفت چرا مینوزی؟
خب منم کم کم همه چی میتونستم از بود ضربی رباب اکاردیون گفتم کم کم مینوازم هر کدوم شد گفت اکاردیون رو ناز میتونی نوخته گفتم میتونم گفت که آهنگای دولتمند خود نوخته میتونم گفتم فقط آهنگای همراه مینوازیم گفتم بعد بچه‌ها رو گفت که اکاردیون بیارن اون دوره اکاردیون کمچین بود رفیق ما از یک کورس پیشتر میخوند همون اکاردیون داشت و این دوره از پراکت میگرفتن موقع قاعده بود که پاسپورت هم میموندی هر چی میخواستی از پراکت موقتا میگرفتی برای استفاده همون رفیق ما هم خیلی پراکت اکاردیون گرفته بود همون اکاردیون رو آوردن بعد کوی دولتمند خلف جوان هم بنووس بعد اکاردیون گرفتیم که اکاردیون بسیار کارنشویان بود چند تا کلاویشو میچسبیدن خیلی با وجود یک آهنگ نواختم اون آدم باوری حاصل کرد که من اکاردیون نواخته میتونم و آهنگای دولتمند خلف هم نواخته میتونم بعد سه آهنگ گفت نواز که من نواختم بعد یک آهنگ دیگر همون سروده اول دولتمند خلف بود گفت همراه بنواز بعد همون روز دو سه سرود خوند بعد 6 تیم خیلی تو بگو این آهنگ نواز او را نواز هم خیلی صحبت رفت و همین شناسی روزی اول ما را اونقدر نزدیک کردی گویا که ما 20 سال باز شناس باشیم شیلاخان خولوف بسیار یک هنرمند اصیل هنرمندی بود که در دریافت کردن هنرهای مردمی کهنه مردمی تاجیک سهم باسزای خود را گذاشته است. از اشعار حاجی حسین کنگرتی از مولانا از تمام کلاسیکان ما بسیار غزل‌ها انتخاب کرده انا با آهنگ یک جای در آوردیم و پیشکش تماشابینان کردم با استاد شیلاخان خولوف ما بسیار همکاری کردیم وقتی که سه چهار غزل رو انتخاب میکردن ذوق بلند که داشتن با طور خودشون انا زمزمه کرده با آهنگ میدر آوردن جای سرودنش با ما قطعی شیشته آهنگ با تنظیم در آورده در یک شبانه روز 4 آهنگ 4 آهنگ استاد رو با تنظیم میدر آوردیم و رفته در خانه رادیو ثبت میکردیم. دکبر سال 1957 در دهه چوراق جماعت کنگرتی نویه تیمورملیک هنرپیشه شایسته تاجیکستان شیلاخان خولوف به دنیا آمده است و سال 1986 در همین بینای فیلارمونی دولتی تاجیکستان در انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه به فعالیت شروع کرده است و بهترین سرودهای مردمیش همین جا ایجاد شده‌اند. سال 1986 انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه با راهبری استاد زنده یاد ظفر ناظموف
تشکیل شد. این انسامبل پیش از همه با شرط آزمون تشکیل شده بود که در این آزمون بیشتر از 250 نفر شرکت ورزیدند و از این همگی 13 نفر هنرمند در این انسامبل شامل شدند و در بین این 13 نفری که من نامبر کردم از اون جمله دوستی من چیلاخان خالوف همچون هنرمند همچون آوازخوان به هیئت این انسامبل شامل شد. چیلاخان خالوف یکی از اساسگذاران پایه‌های مستحکم فولکلور تاجیک گوییم خطا نمیکنیم. بسیار ذوق بلند داشتند، ذوق بلند ایجادی داشتند، تلاش میکردند، کوشش میکردند که همین موسیقی فولکلوری تاجیک یگان حرف یگان موسیقی بیگانه وارد نشود. همین خیلی هم بود که ما در چندین چورابینی ها مثل در گالندیا، در عراق، مثل در چندین فستیوال آزمون های کشور همسایه ازبکستان، در روسیه برآمده کرده جایزه های بلند رو سزاوار گشته بود انسامبل گنجینه. یاد کردم آچه جان خانه و ایوانی تره، نانی گرم و شکر و وی لبی چکدانی تره، شیشتانای لبی با دیده پزمانی تره، خنده های شکرین و لبی خندانی تره، در دلی باغ پدر جلوه و جولانی تره، باچه جان فهمیدم نغمی هجرانی تره، باچه جان ای آچه جان، باچه جان ای آچه جان، باچه جان ای آچه جان، ای آچه جان جان آچه جان. چیلاخان همچون شخصیت یک شخصیتی بسیار تشکل یافته بود. در سمت کسبیت گوییم و اصلا فیزیک بود، لیکن خیلی راهی صنعت و هنر پیش گرفت. ما شما میدونیم که در این سمت موفق بود، موفق شد. چیلاخان برای عنوانهای بلند، برای یکون چیز کوشش نمیکرد و یک شعار داشت، میگفت آب روی ما در بین مردم است. استاد چیلاخان خالوف یک مردی وطن دوست، وطن سرا، فیدایی همه وطن بودن. سرودهای که تمام نازکی های زیبایی های دیاری ما رو وصل میکند انتخاب کرده. یا چندین سرودها درباره وطن، وطن دوستی سراییدند. او شخصیتی بود که زنده دل بود، راستگو بود، بسیار یک شخص فروتن بود، به حد یک آداب عجایب داشته و انسان و ناتکرار بچه بود و یک اراده مستحکم داشت و همیشه ما که از او جوانتر بودیم، همیشه ما اگر یک خطاگی میکردیم ما را برای راست هدایت میکرد. یاد کردم آچه جان خانه و ایوانی تو رو، نان گرم و شکرابی سر چکدانی تو رو، کدودانه خمیده موی سیاه. این گونه سرودها بودند قطره از دریای سرودهای مردمی هنرپیشه شایسته تاجیکستان چیلاخان خالوف. این صدا دل هزاران مخلص رو مفتون خود کرده بود. اما چی علاج؟ نام این هنرمند در صحیفه کتاب مردم ایجادکار و صنعت‌دوست باقی خواهد ماند و خلاص. نام و یادشان گرامی باد.